سفر من از شهر وارانسی شروع میشه و با عبور از مرکز هندوستان دهلی نو از طریق حاشیه رشته کوههای هیمالیا به شهر له در شمال هند ختم میشه. امروز روز خیلی خاصیه چون روز تولد کریشناست و اینجام که زادگاه کریشناست. به همین دلیل همه جا جشنه. پاگنج پر از رستورانای ارزون تو فضای بازه که مشتریاشون غالبا مسافرن. خوشمزه است. خوبه. بازم میام اینجا. من در این سفر از راجستان یعنی سرزمین مهاراجه ها عبور میکنم که یکی از زنده ترین و رنگارنگ ترین استانهای هندوستانه. بعد میرم به سمت منبعی که پیش از این به بمبئی مشهور بوده. بعد میرم به سمت پونا و بعدم به طرف سواحل آفتابی گوا. پهناورترین مجموعه معبد در هند در فاصله چند ساعتی از راناکپور قرار گرفته که مخصوص مذهب برهما بوداست. بعضیا فقط برای دیدن پونا به هند میان. خانه اجتماع اوشو، کلکته سومین شهر بزرگ هند و پرجمعیت ترین شهره. اینجا گانگاساگاره. این بزرگترین جشنواره هندوهای بنگال غربیه. من فقط بخش کوچکی از این کشور عظیم رو دیدم ولی عاشقش شدم. به شما هم توصیه میکنم حتما این کشور رو ببینید.